از هر چیزی ترسیدی؟ عشق ورزی که دزدی شد کس از آواز خودش هم میترسید است. یگان چیز بخور؟ من حاضر خوردن نمیخواهم. اوچم بیاید بعد. چرا اوچم اینقدر دیر کرد در روز زاد و روز خود؟ گذراندیم. شوهر و دخترچه ما را خیلی باز انتظار شده کستن. خیر چی؟ زن و پسرچه من هم شاید مرا انتظار شده گستن. برای همین هم باید از این دارالیم؟ هر مرد و زن دیر یا زود باید به خانه خودش برگرد. دکتر رو دعوت کرده بودید؟ ها. کنی بیمار و حاضر میبینیم. کنی دهانت رو کشا. آگه بالا نگاه کن. هیچ گپ نیست. کنی یک گوش کنیم چی؟ انا چقور چقور نفس کش. اکنون نفس نکش. بسیار خوب. شوشش تازه. حاضر حرارتش رو میسنجیم. شوهرت؟ انا همینطور. نمی توبت کن؟ یعنی رفته است. از زنهای خود میگریختگی شدند مردها. از چی باشد؟ انا این دارو برای خودت. گیر برای آرام کردن عصبت. عصبت بسیار خراب شده است. ولی راستی گپ رو گویم. یگان دارو زن را آرام کرده نمیتواند. مثل دارویی که مرد نام دارد. شوهر سلامت باشتون، صحت شویتون. میکنم. 「
دخترم تو خودت در خانه ایستی نمیترسی؟ اینجا بودنی تو شرط. اگر مادرت تلفن کند یا در آمده ماند با من خبر میرسانی. هم باشم از کوچه به تو تستی زنگ میزنم. مایلش؟ همسایه؟ تینجی؟ تینجی؟ کجا تینجی؟ نمیبینید جان و جبار سپرید بیچاره. این شب به خانه آوردیم که میمان شود. اوچه جان، من اکنون به تو چیکار میکنم؟ اوچه جان، خدا هیچ کس رو به اوچه نکنه. اوچم ناومد از داده. این نمیدونی کی آورد؟
شوهرم آورد. خرچی؟ چی عجایبات است در این؟ اگر زنی خودت با شوهر من بیرون شهر می رفتند پس خودت می آمدی به خبرگیری زند. آنها باید می آمدن. باید می آمدن. دیگر چی لاش هم داشتن بغیر از آمدن به اینجا؟ شاید به تقدیرشان تن دادن آنها. ها؟ خیر زنی تو رو فهمیدن ممکن. وای زن است. زن هرچی به قسمتش آید دیر یا زود شاید تن دهد. اما شوهر من به هر حال وای مرد است. این مرد هم شاید به تقدیرش تن داده است. شاید عادت کرده است به این خیر کارها. شوهر من عادت کرده است. ها، زیرا من یگان بار نگذاشتم که لقمه حلال تنها از آن وی باشد یا فقط از آن وی باشد. نفهمیدم. چخیل گویم؟ اگر گویم شاید شبهت زیاد شود. اکنون که گفتی تا آخر رسانیدنت لازم. اگر گویم شاید قهرت کند. اکنون که گفتی چه فرق دارد؟ من زن خودم را از وی کشته گرفته بودم. از شوهر من؟ ها. شوخی میکنی؟ مگر در این کارها شوخی کرده می شود؟ با من در این باره نگفته بودی پیشتر. اصلا عادت نداشتم که از کارهای مردانه خودم به کسی حسابات داده باشم. و بعد شاید تأثیری از سر جری پریدن بود یا ضرب گرفتن بود که سر را از زبان خودم فاش کردم. خود از شوهر مرا میشناختی پیشتر؟ ها، میشناختم از نزدیک. همین طور گوی. خرچی؟ این یک کاری مقرری است رخشانه. این خیلی در همه جا شدنش ممکن، وا خوردنش ممکن. و من این چیزهای شنیده را هضم کردن دشوار است. قهر کردم بگو. هرچند بعد از هر چیزی شده قهر کردنم ناجایه یا دیر شده، ولی چیزهای شنیده را هضم کردنم شاید وقت طلب کند. چند روز باز دیگر نامدی به خبرگیری من. کار کردی؟ مرا بعد از 2 روز جواب میدهند. گفتنی که مرا پرتافته رفتنی؟
اینجا مهمانخانه نیست. بعدی از اینجا رفتنت شوهرت میمونده باشد بیایی نزدی من. کدام مرد اجازت میدهد؟ خیر نباشد من خودم از اینجا میبرایم و تو را مییابم. باز میرسیم به هم دیگر، میرویم بیرون شهر. آخر از بین وقتی زیاد میگذرد. آدمی به همه چیز تاب میآورد. ولی پیش از رفتن کمی نزدیکتر شیم. از تو سیر شوم. تو که به اوچه‌ات نمیتوانی، همین طور نه؟ من باشم نمیتوانم دیگر با اوچه تو. من اینجا تنها به خاطری تو آمده بودم. رو نزدی اوچه‌ات. کاری کردگی همان بودی؟ برای چی آمدی پالاتای من؟ اگر نمی آمدی همه این نمی شد. شدگی کار شد، دیگر اصلاح نمی شود. بعد من و تو هم دیگر اصلاح نشونده ایم. اکنون من چی کار میکنم؟ اینقدر واهمه کردی؟ چه خیلی واهمه نکنم بوده است؟ خیر می آیند آنها، دیگر کجا هم می روند؟ چه خیلی می آیند آنها بعد هر چیزی که اینجا شد؟ خیر مایلش، یک بار که دیده و دانسته اینجا آمدن باز می آیند. شوهر تو را نمیدانم با دخترت، ولی زنی من باید پسری من را گرفته بیارد به اینجا، به نزد من. دیگر کجا هم می رفت وی؟ در این شهر غیری خانه من دیگر سرپناه ندارد. یا میاد اینجا به خبرگیری من، یا در خانه منتظرم می شود. شوهر مرا به خونه‌اش راه ندهد چی؟ چی کار میکنم من؟ مگر که اجاره خانه کوبم برای زندگی من بعده خودم. اجاره خانه؟ این بهتر بودگیست، زیرا من و تو بیرون شهر نمی برایم و برای عشق ورزی امان خیل و جان نمی کابیم.
ها؟ شیخی خوب، ولی نه در این مسئله، نه حالا. آخر کدام زن نمیخواهد که خانه و دری خودش را داشته باشد؟ دل زنها را در مسئله عشق میفهمی، ولی در مسئله های دیگر سرفهم نمیروی تو. این خطای مردان است. تیار شو میرویم. باز به خبرگیری دادم میرویم. نه، از این خانه و در میرویم و دیگر بار نمیگردیم. تو روزی نه؟ با وجود این میرویم. در این خاندان ایستادن من و تو دشوار است. میفهمی؟ اصلا میبخشید اجاره خونه نداری؟ نه نداری. میبخشید. السلام. میبخشید اجاره خونه نداری؟ نه افسوس نداریم. میبخشید. اجاره میکنه. چه؟ اجاره نداره؟ دارم در بالا چند تا بیاید. بیایید این خانه. مرحمت. اگر کرپا لازم شد غیر پول اجاره مبلغ علاوه میسپارید. بیایید. ببینید چقدر تازه و آزاده. اینجا معقول نشد؟ یا اجاره شنی نبی من به تو معقول نیم؟ مگر نغز نه که در یک خانه مرد مجرد در پهلوی زن مجرد. آخر بعضا می شود که به یک سخن مرد و یک نوازش مرد زن زار می شود. آخر ما هم جوان بودیم. به خونه خودمون برمیگرده. ما در این شهر دیگر خانه نداریم.
سام دادم در این خاندان دیگر ایستاده نمیتواند. بدی هر چیزی که شد اینجا ایستادن من دشوار میگوید. به دادم اینجا ایستادن من هم دشوار و چه. این خانه و در رو شوهرم مونده رفته است. شوهر تو بیشک بیکاله بود و بیکاله ماند. برای همین شده همه چیزی برای دیگران صاحب می شوند و خودش به هیچ می ماند. حالا وقتی شوخی است. زندگی خودش از حسل و شوخی، عشق و خیانت عبارت است. و دیگر هیچ. اکنون دیگر بیرون شهر رفته خیل و جان نمیکوبیم برای عشق ورزی هر دویمان. آخر شوهر تو خودش برای ما خیل و جان گذاشته رفته است.
الو سلام رخشان، این من. زنی من هم رفته است. با شوهر تو نرفته باشد. مصلحت کرده هر دویشان رفتنشان از احتمال دور نیست. دوری هزاری سپم هزار بلو رو دور افکن با اینجا برکت افکن. آچه؟ چرا در اجاره خونه دیگر نایستاده من؟ در کدومش؟ همونه که مردک بود با دخترش. اینجا مگر بعد؟ اگر به ترتیب دروریم از وی خونه هم بهتر می شدگیست. گمان میکنم که تو از این اجاره خونه نه، بلکه از این مردک گریختی. آچه گریختی و اما صورتش را آوردی اینجا. از جواب امروز در درس دادم من قانع نگشتم. دوره دانشجویی ما بهترین است. از آن باید ما خوب استفاده بریم سه کسر. دوستی ما سه نفران باید جاویدانه باشد. باید تا روزی باشد که هستیم روی زمین. چی گفتی؟ البته من راضی. دوستی ما باید جاویدانه باشد. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست،
هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. من رودی نو بهاران پورا بی برف و باران پورا بی چشم ساران پورا بی آب شاران من رودی نو بهاران پورا بی برف و باران پورا بی چشم ساران پورا بی آب شاران ای کاش که بیدانم در تیرم چی ماند از این همه خروش و مستی و شور و امروز هم گذشت. تیز گذشت مثل عمری گل. تا میشه میزنیم که دوره دانشجویی هم میگذرد. بله درست. فراموش نکن امروز به تماشای فیلم میرویم. پروا نکن پیش از تو حاضر میشم. دنیا پر از جوانی است هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. نیما؟ تو؟ ها من چی انتظار نبودی؟ پیش از اومدنت خبر میدادی؟ از روی ادب. مراد خبر نکرده در آمدنش ممکن؟ نعمت مناسبت من و مراد مسئله دیگر. تو اگر دوستی ما باشی این رو باید فهمی. مسئله دیگر؟ همش یک مسئله. مسئله مناسبت با تو؟ نعمت چیزی که بین من و مراد هست چیز دیگر وای از دوستی هم زیادتر. پس چیزی که با مراد است چرا نباشد میانی ما؟ میدونی بعضی چیزهای میشود که آنها از روی خواست دل. اما آنقدر که مراد به تو حق دارد من هم حق دارم. اگر دوستی ما سه نفران جاویدانه باشد پس در محبت هم. محبت تنها به دو نفر دخل دارد. در آن سیومین را زیادتی نامیدند. این خیلش را من قبول کردن نمیتوانم. چیکار میکنی؟ دیوانه. من دیوانه تو؟ که ها باز؟ چرا تو این رو نمیفهمی؟ چرا؟ اقلن یک بوسه. نعمت من کسی دیگر رو فهمیدم میخواهم تو این رو میفهمی.
اقلا یک نعمت بوسه نعمت داد میزنم نعمت سر اقلا ده. یک نعمت بوسه مراد زندگی چنان گردش های داشته است که چی واقعا روی داد؟ مدد لازم؟ ای خیلی گذشته رفتیم سلام علیکم. سلام منم تو هم پسری نغز و هم دختری نغز الهی خوشبخت شوید. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. شبی خوش. شبی خوش.
نعمت تو در مکان نکرده بودم. همه قلف برای کشودن است. البته برای کسی که کشوده میتواند. نعمت من داد میزنم، همه رو به سرت میارم. مراد را هم به سرم میاری؟ نباشد چی؟ بیار. مراد! مردم رو به مدد دعوت کردنی. مراد را هم فریاد کن. مراد را هم بیار بر سری من. این اکنون به فایده کار تو می شود. من اینجا. نعمت تو اینجا چیکار میکنی؟
اینجا چیکار میکنم و چینه دیگر از تو نمیپرسم و اجازت هم نمیدم که تو خیر این دفعه در آمدی میلت، لیکن دفعه دیگر به اجازت تو حق و حقوق نداری به نزد من اینجا درایی. میدانی برای چی؟ برای اینکه وی اکنون به مردی دیگر تعلق دارد. وی اکنون پره از آن من شد. اکنون از این چی فایده؟ میان قوم ما بانویی که ناموسش را مردی دیگر سزاوار می شود مردی با ناموس دیگر نمی گیرد. میان قوم شما چی؟ من تو را زنده نمیمانم، میکشمت. ولی با این تو می توانی ننگ و ناموس این دختر را برگردانی؟ می توانی؟ از آن که من با وی خوابیده بودم در قدش شاید فرزندی من هم هست. می توانی قبول کرده؟ می توانی؟ چی اینقدر فکر کرده خودت را عذاب میدهی؟ اکنون خواهی نخواهی فرزند قدت از من و هر یک جنسی لطیف دیر یا زود مایل می کند به پدر فرزندش. هنوز امیدت به این مراد؟ یعنی برای همین دلت می سوزد. اما من باشم کیها او رو از این سیگانه بریده پرتافتم. فقط در این صورت مانده است که حاضر
چی شد آچه؟ هیچ چیز. خیالتون همسایه چنان پریشان که پوشیدن در رو فراموش کرده اید. با کی لازم اکنون این خانه بود داره که من حالت شما رو میفهمم. با شما دشوار. برای از این حالت برآمدن با شما هم صحبت لازم. اگر تقدیر آدمان را با شیلم چسبانده می شد چقدر آسان می بود. اما افسوس که یگان شیلم قدرت نکرده است که تقدیر آدمان را با هم چسباند. اکنون که شوهر من رفت زن تو هم رفت شاید آنها دیگر نآینده. شاید من و تو هم در فکر دیگر چیز باشیم. شاید در فکر اون باشیم که چه خیلی عائله بنا کنیم. این میتواند بالای شرمندگی شده را پوشاند. جایهای خالی شده را پر سازد برای من و تو. این زنها همه چیز را انجام دادن میخواهند. مدام با عائله داری. هر زن با عائله داری تکیه میکرده است. این را اکنون فهمیدم من. تو با زنی که تو این وقت شوهر داشت عائله دار شدنی نیستی؟ تو باشد میخواهی آچش نابسیده را بگیری و برابر این زنهای دیگر را گاهی به خلوت بری و اولیا شده اکنون. بلکه فیلسوف برین. زندگی پیچتاب زندگی آدم چی های نمی کرده است. خانه ما خالی. اون رو به شوهر و دخترم دیده و چنین اندیشه های رفتم که با دلم چی هایی که راه نیفتند. علی جان وای دفعه با بزرگ بروی میوه خری رفتیم اما نخریدیم. اکنون میرویم و میوه میخریم. بازار برای آن میرویم که
آن مرد را با دخترش بینم باز گریز ما؟ زهر آدم همسایه آدم میگیرد. آدم را باشد آدم سبک میکند. شما یگان کس را انتظاره؟ هیچ کس را. باز شوهرم نباشد. با همراهی دختر چم. این خوب است که حالا امید در دل شما زنده است. آمدن شوهرتان و دخترتان شما انتظارید. یعنی وای شوهرتان نه. برگشتن وای دشوار از روی خصلتش. یعنی که وای نامش چی بود؟ نعمت؟ من میدانم تو در همین جای رخشانه. من همه چیزی وابسته زنها را حس میکنم. من خودم آمدم پیش تو. اگر در رک شدن نخواهند چی؟ آنچه که شنیدم و آواز شوهرت مانند نه ها؟ خیر چی؟ پس برای همین در آن نکشادی. شوهرم اینقدر گمان و رشک نکرده بود وقتی که مرا دیده بود با خودی همین نعمت. نه اینه بینیده از حد زیاد میگذراند. اگر در را نگشاییم و یک روزی در را زنگ میزند. زنگ را چنان پخش میکنی که گویا صاحب این خانه و این زن باشی. کی گفت که من بیگانم؟ ها؟ من تو را نشناختم. تو کی؟ مرا شناختن شرط نه. بعد اگر تو در اینجا بیگانه نباشی من هم بیگانه نه. بیاندیشه بوده ای تو. ای تو در کجاها گشته؟ صاحبی زنهای بینای ما شدنی و من بیاندیشه. اکنون فهمیدم برای چه رخشانه اینقدر تغییر یافته است. یقین زیر فلسفه های بیعقلانه ای تو. اگر ناشاد شدن روی مادرم را به انابت نمی گرفتم تو را چنان جزا می دادم که من میدانم چیکار کنم. مادر تو را فهمیدی تو با من برابر شدنی. ای آچقم. چی گفتی؟ آچقر؟ اما من گفتم و باز بگم. فهمیدی؟ دیگر لازم نیست. بس. در آخر دلت سوخته، اما دل این مردک برای تو یگان بار سوخته بود.
عیب تو در آن که همیشه با چنین ناشودها گذشت میکنی. من چی آواز شوهرت را نشناختی؟ منیژه میدانی که با کدام راه نباشد در را کشاده در آمده میتوانم من. آخر تا که در اجاره خانه های ویران سرسان شده میگردی؟ این سرسونی رو بر سری ما خودی تو ما آورده ای مگر؟ من گفتم گناهایم را به کله میگیرم. یک بار گناهی در خوابگاه کرده ات رو هم به کله گرفتی، اما بعد به سرم چنان اسناد آوردی که خیر آخر آدم یک بار نمیفهمد، دو بار نمیفهمد، بعد میفهمیدگیست آخر. با وجود این من تو را با خودم میبرم، همراه پسرمان میبرم. منیژه در را کشا در را.
ایستد خالم توپاگو در اجاره خونه کمپیر مونه. کمپیر چند پولی که باید میدونیم. توپاگو در خونهش نیست. این رقص ملی جون. با گفتن کمپیرک آمدم در پایان نبوده است. از بارانگری های روزهای آخر کمپیر بیمار شد. تاسش که نفر آمد بیمارخانه بردند. پیش از رفتن آن در را قفل کرد. رفتی. منیژه شما می توانید در اینجا مانید. اگر سوی به خانه میدی اجنه توپاگو موندن ممکن. شما می توانید اینجا در اجاره خانه من باشید. خودی من می توانم خلال نرسانم و روم. با کجا؟ اینش کار من. یک شب رو در یگان جا روز کردن به من دشواری نداره. اما تو باید در خانه گرم باشی. میفهمی؟ بین چه خیلی میسوزد. دختر چند شما رو انتظار. نه در اومدی. گفتم که اول شما بیدار شوید. من بیدار بودم.
тамоми шаб. шабҳои охир хоби ман ҳам намебарад. иҷорахонаи худат даро. чойи гарм. бачаро бедор мекунам. меравем мо. бачаро овора кардан шарт нест. ҳеҷ нетои ёфтани иҷорахона ҳамин ҷо истад? чӣ гап шуд? منیژه دیدی که من تو را یافتم. به خانه من برمیگردیم. خانه من همه شرایط را دارد. در حقیقت هم همه شرایط را دارد. خانه و داری خودت چی؟ اما چرا رفتی از خانه و داری خودت؟ منیژه من تو و پسرچه‌مان را میبرم با خودم. من به یگان کسی دیگر غلبه کردن نتوانم، هم غلبه میکنم بر شمایان. دیگر چی علاج؟ از تیرزه این ایجار خانه فر اومده نشود. پس یگانه راهی که مونده است شاید به خانه رفتن باشد. از قفای تیرزه ناربانی هست. من با او چند بار برآمده فرآمدم. غیر از این دیگر هیچ بازی نیست در اینجا. رفتیم. من با هر راه میبرم شما را. دادا خواهم را شما فرارید. بیا. دو روز باز کاریمو فقط گریختن از تیرزه ها. تو کی میگریزیم؟ منیژه در را کشا. تو باید نروی. آخر یگان علاج ندارم غیر از خانه رفتم. من و تو از خانه و درمون رفتیم به بازگشت. حالا اون که این کار رو باید پیشتر میکردیم. کی ها لیکن از باری همه چیز گذشتنمون میدونی برای چی بود؟ کشا. برای اون که انیخترش میکفتیم. کسی رو میکفتیم که نوابسته به قسمت دیری نه میکفتیم. همدیگر رو پنهانی. گمان میکنم اکنون دیر شده است. من و تو دیگر دانشجو نی. تو نوجوان و من هم دختری قدرست نی که همه‌اش رو از نو سر کنیم.
манижа кушо. ту нағз медонӣ ки писари ман аз марди дигар. барои ман ин фарқ надорад. асосаш ин ки вай писари туст. мефаҳмӣ? писари ту ки бошад, писари ман ҳам мешавад. инро ҳозир фаҳмидам, ҳамин лаҳза. шояд мисли солҳои ҷавонӣ ҳамаашро аз сари нав, аз иҷорахона, аз хобгоҳ шурӯъ карданамон лозим. намедонам барои ин зури ман мерасад ё не. зури ту чӣ? зури ту мерасад ё не, намедонам. зури ман мерасад ё не, намедонам. пас ду роҳ мондааст барои ман. аз ин ҷо гурехтан лозим ё баргаштан ба назди неъмат. манижа!